حتما به گوش خودتونم رسیده اتهاماتی که اون مقام ساواک بارها علیه شما مطرح کرده. پرویز ثابتی در کتابی راجع به شما صحبت میکنه، راجع به یک سری عکس ها صحبت میکنه. شما هیچ وقت جواب روشنی به این قضیه ندادین. میخوام خواهش کنم که در برنامه من مشخصا بگین که این آقا چی میگه. قضیه ای رو که الان به شما میگم اولین بار است که میگویم، برای اینکه در زمان خود ساواک مقتضی نبود بگم، ممکن بود ایجاد مشکلاتی بشه. بعد از ساواک و بعد از رژیم دیگه از موضوع نداشت. حالا به عنوان شرح حال زندگی و خاطراتی که هست عرض میکنم. قبل از ظهر یک روزی از ساواک تلفن شد که 4 بعد از ظهر منزل باشید، ماشینی میاد دنبال شما و بناس یک ملاقات خصوصی بین شما و نصیری اتفاق بیفته. خب منم 4 بعد از ظهر منزل بودم. صدای اون کسی هم که به من تلفن میکرد میشناختم، چون خیلی از این عناصر به من از ساواک تلفن ها میدن برای همین گرفتاری ها. اون میشناختم. در هر حال 4 بعد از ظهر ماشین آمد، من سوار شدم، ماشین آمد خیابان زعفرانیه شمران و بعد آمد وارد خیابان سعدآباد شد. در خیابان سعدآباد مقداری که رفت به 4 راه رسید، دست چپ پیچید. یه خیابان نسبتاً کوتاه بنبستی بود. تو این خیابان دست چپ رفت تا آخر خیابان، وارد شد توی منزلی، یه باغچه مانندی، در بزرگ بود، اتومبیل رفت تو. دم یک راهرو ما پیاده شدیم. من آمدم توی راهرویی که شاید عرض راهرو 2.5 متر بود. دیدم یه دری از طرف دست راست، ولی مقابل این در طرف دست چپ چند نفر که از 8 نفر کمتر نبودن، اینا همطور ایستاده بودن مقابل در. من که رسیدم یکی از اینا آمد در رو وا کرد، من رفتم تو یک نسبتاً اتاق وسیعی تالاری بود. نصیری روی یه دونه مبل نشسته بود. یه میز کوتاهی هم که به قدر یه چای گذاشتن باشه یا یه میوهی جلو مبل بود. یه 2-3 تا مبل دیگه هم بود. من روی مبل مقابل نشستم و بعد خود نصیری بود تنها. اول شروع کرد به یه مقدماتی که خلاصه از شما گله‌مندیم، شاه گله‌مند است، دستگاه گله‌مند است، خیلی حملاتی دارید و شما را امروز خواستیم اینجا که من خصوصی با شخص خود شما صحبت کنم و صحبتم اینه که ما درباره شما با زبان ملائم میگیم تغییر روش بدید، از انتقاد دست بردارید، منبر برید به طور عادی و از منبر پایین بیایید به طور عادی. اگر قبول میکنید و به ما قول میدید خیلی خوب. اگر قبول نکنید یک عکسی تهیه شده است. عکس رو در آورد به من نشون داد، گفت این عکس تهیه شده و اگر قبول نکردید
در سراسر این مملکت این عکس را پخش خواهیم کرد و ضربه غیر قابل جبرانی به شما خواهد زد و ما برای اینکه مطلب رو به طور اتمام و حجت به شما گفته باشیم قبل از پخش عکس من خواستم ملاقات کنم و بگم به شما. این بعد از سخنرانی مسجد جامع و علیه مجلس سنا بود این ملاقات یا قبل از اون بود؟ الان نمیتونم تاریخش رو بگم علاوه تقدیره، چون هدف بیان این مطلبی که اینا دنبال میکردن انتقام جویی رو. عرض میشود که عکس که من دیدم فهمیدم اون چند نفر یا معین پزشکن یا پزشکن. نصیری فکر میکرد که اگر من عکس رو ببینم اونچنان شوکه میشوم و اونچنان خود رو میبازم که ممکنه از حال وحشت و اضطراب در اینجا بیهوش بشم. اونا حتما آمپول و سرنگ و لوازم طبی آماده کرده بودن که معطل نشه اگر یک حال غیر عادی به من دست داد فوراً بیان. ولی خب نصیری عکسی که نشون داد من با کمال خونسردی، خیلی خونسرد، گفتم خیلی خوب شما یه عکس تهیه کردید، اما دو سه جمله برای آگاهی شما بگم. اولا انتقادهای من یک فریضه دینی است به نام امر به معروف و نهی از منکر. من در مقابل گناه و اموری که برخلاف مصلحت اسلام و مسلمین است انتقاد میکنم و این فریضه دینی است. اگر جلو منبر من رو بگیرید من دیگه تکلیف ندارم، ولی اگر منبر بروم باید این وظیفه دینی رو انجام بدم و مردم هم در انتظار استماع وظیفه دینی من هستند. بنابراین من با این عکس که شما پخش کنید از وظیفه دست بر نمیدارم. مردمی که بدانند شما این عکس رو درست کردید و مونتاژ کردید هر مقداری که شهرت دارید از نظر ایذاء مردم دو چندان می شود. مال شما ضرر می کنید و بدتره. اونایی هم که خبر نداشته باشن این مونتاژه و ببینن اثری نمیذاره. من کوچکترین اضطرابی ندارم که شما این عکس رو پخش کنید و در پناه خداوند و برای رضای باری تعالی میریم و حرفمون رو میگیم. شما آزادید. خب دیگه من حرفا رو گفتم و با کمال صراحت و خودی نصیری هم خیلی تعجب کرد از اینکه من کوچکترین عکس العملی در مقابل دیدن این عکس یا اضطراب و ناراحتی نشون ندادم و بعدم این عکس رو در سراسر مملکت پخش کردن و اون چی خود من میدونم به حق قسم. اولا آمدم منزل فردا به آقایون اجمالاً گفتم که ممکنه برای من یک عکس ساختگی پخش بشه. الان ذهنتون رو متوجه میکنم خود ساواک این فکر رو کرده و پخش میکنه. از ملاقات خودم صحبت نکردم، همینقدر گفتم اطلاع پیدا کردم که عکسی پخش خواهد شد. ولی بعد از پخش کردن
خدا شاهده یک دونه تلفن به من نشد به عنوان توبیخی، سرزنشی، اساءه ادبی، یه دونه تلفن نشد. اما برعکسش بود. دو نمونه براتون میگم. یک نمونه این که یه مرد خیلی آزاده مسلمان چیزفهم دراک که گاهگاهی با هم در مجالس برخورد کردیم، سلام علیک میکردیم و هرگز منزل من نیامده بود، تلفن کرد، گفت من چند دقیقه میخوام بیام شما رو ببینم و برگردم. آمد گفت این عکسی که پخش کردن به منم دادن. پاره کرد ریخت، عکس نشون داد ریخت. گفت آمدم به شما تبریک بگم. گفت میدونستم و میدیدم شما انتقاد میکردید، اما فکر نمیکردم که انتقادهای شما اینقدر رو دستگاه اثر بذاره و اینقدر اینا رو در فشار روحی قرار بده. وقتی عکس‌ها رو منتشر کرد ساواک، فهمیدم که آقا انتقادهای شما برای اینا کشنده است که اینا به این فکر افتادن و این اقدام رو کردن. مرکز اسناد انقلاب اسلامی